سلام برای ماهتون، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام یکی از قابلیت‌های دیجیکالا رو با هم بررسی کنیم و تستش کنیم، ببینیم واقعا این قابلیت چقدر کار میکنه. یکی از بخش‌های مهم دیجیکالا دیجی اکسپرسه. وقتی شما خریداری از سایت دیجیکالا انجام میدید، معمولاً بسته‌هاتون با دیجی اکسپرس ارسال میشه. یه مدتیه که دیجی اکسپرس علاوه بر روش‌های معمولی که بسته‌ها رو ارسال میکنه و شما باید منتظر باشید تا بسته‌تون برسه، یه روشایی رو راه اندازی کرده که بهتون کمک میکنه برای دریافت بسته‌تون انتظار نکشید. اصلا شعارشون هم همینه، زندگی دور از انتظار، که یکیش ارسال امروزه، یعنی شما همون روزی که محصول میخرید همون روز به دستتون برسه، و یکی دیگه دریافت حضوریه که این هم میتونید بر اساس حالا سلیقه خودتون، بر اساس زمانبندی خودتون برید محصول رو از مکانهایی که مشخص هستن و گنجه ها هستن در حقیقت دریافت کنید. حالا من میخوام توی این ویدیو یه محصول بخرم و با هم ببینیم که واقعا همین امروز دستم میرسه یا نه. خب من میخوام یکی از این رولا بخرم. ببینید وقتی میخواید از دیجیکالا خرید کنید، الان اینجا یه سری تگ خورده که ارسال امروز هستن. اینجا میتونید حتی فیلتر بزنید که ارسال امروز کدوما هستن. ارسال امروز من اینجا انتخاب میکنم، میام پایین، رولی که دوست دارم بخرم رو میخوام انتخاب کنم. الان من این اندازه رو میخوام بخرم، میزنم روش، افزودن به سبد خرید رو میزنم و برو به سبد خرید. اینجا تایید و تکمیل سفارشی که انجام بدم بهم گزینه‌های مختلفی رو برای ارسال میده، یا به آدرس خودم میخواد بفرسته، یا اینکه بهم میگه که مراکز دریافت حضوری نزدیک به این آدرس انتخاب کن، که مثلا من الان اینو انتخاب کنم، با توجه به لوکیشنی که روش قرار دارم بهم پیشنهاد میده گنجه هایی که میتونم برم از اونجا تو ساعت دلخواه خودم بسته رو تحویل بگیرم. مثلا من این انتخاب میکنم، تایید رو میزنم. ببینید اینجا میبینید ساعت دلخواه خودم میتونم برم انتخاب کنم، مثلا ساعت 10 تا 17 فردا، سه شنبه، هر روز و تاریخی که دوست دارم میتونم برم اینجا تحویلش بگیرم. یا اگر دوست نداشته باشم برم تحویل بگیرم حضوری، میتونم ارسال امروز رو انتخاب کنم. ارسال امروزی که انتخاب میکنم که در حال حاضر برای شهر تهران، کرج، اصفهان، رشت، ساری، تبریز، همدان، قزوین، قم و مشهد فعاله. همین امروز بین ساعت 16 تا 17 برام میاره. من الان ساعت تقریبا 11 که دارم سفارش میدم، خیلی خوبه، یعنی زمان ارسال خیلی کمیه واقعا که برام میاره و به دستم میرسونه. خب بریم ثبت سفارش انجام بدیم و ببینیم که بسته‌مون واقعا این ساعت دستم میرسه یا نه. خب رسیدیم به مرحله بعدی، یعنی دریافت محصولمون. من محصولم قرار بود که تو بازه زمانی 16 تا 17 به دستم برسه، ولی زودتر به دستم رسید. اولوش 3 اروپ تا 3.5 بعد از بود که محصول من تو بسته‌بندی دیجیکالا به دستم رسید. اول بازش هم بکنیم. خیلی جالبه، یعنی شما اگر نیاز سریع دارید که محصولی بخرید، دیجیکالا با این سرویس جدید و دیجی اکسپرس در حقیقت با این سرویس جدید میتونن محصول به سرعت به دست شما برسونن. خیلی به نظرم میتونه کاربردی و باحال باشه و واقعا خوب کار کرد. یعنی من فکر می‌کردم که مثلا از این بازه 16 تا 17 یه مقدار دیرتر میاد، ولی در صورتی که زودتر هم اومدش و جالب بود. این هم رول پرینتری که من خریدم، لیبل پرینتر لیبل زن و به دستم رسیده. در مورد اینم بذارم اینجا، در مورد دیجی اکسپرس یه مقدار توضیح بهتون بدم. این دوتا در حقیقت قابلیتش، اول از این که همونطور که توی ویدیو هم یه ذره بهش اشاره کردم، چون زیاده از روش هم میخوام، خیلی زیاده، این سرویس یعنی ارسال امروز تو شهرهای تهران، کرج، اصفهان، رشت، ساری، تبریز، همدان، قزوین، قم و مشهد فعال. ببینید که طیف وسیعی از شهرها رو داره پوشش میده. اما دریافت حضوری چی؟ دریافت حضوریتون توی 63 تا شهر توی 30 تا استان کشور فعاله دیگه. با توجه به اون زمانبندی خودتون، مثلا دارید از سر کار برمیگردید، میرید سر راه، اون محصولتون تحویل میگیرید و میرید خونه ازش استفاده میکنید. خیلی قابلیت جذابی میتونه باشه به نظرم خیلی کاربردیه. مرسی تا آخر ویدیو همراهم بودید. نظر خودتون در مورد این سرویس کامنت کنید. اگر که استفاده کردی ازش، تجربه کاربری خودتون این سرویس میتونید توی کامنت ها بگید. خیلی دوستتون دارم. مخلصیم. خداحافظ.